آقا یه سوالی که من خیلی تو ذهنم بوده اینه که آقا دختر آقای قالیباف بالاخره رفته بود ترکیه برای سیسمونی خریدن، نرفته بود، رفته بود کار دیگه بکنه. سیسمونی گیت داستانش چی هستن؟ چیکار کنیم اینو؟ و یه مقدمه باید قبلش بگم تا این قضیه براتون جا بیفته. شما الان زن قالیباف، دختر قالیباف تو خیابون ببینی میشناسید؟ وجدانم نه خدایی نمیشناسم. یعنی ما از بچه‌های مثلا رفقای خودمون هم که اینجا هستن خانواده‌شون ببینیم با اینکه تو یه رفت آمدی داشتیم نمیشناسیم. آره پس این که بگیم یکی اونا رو توی فرودگاه شناخته و فیلم گرفته این یه ذره مشکوکه. تا اینجاشو داشته باشیم. من اینو نمیتونم قبول بکنم. منطق من قبول نمیکنه که یه نفر همینجوری رد شده دختر آقای قالیباف، زن آقای قالیباف. این مطلب. مقدمه دوم، شما الان تو خانواده‌تون هم هست دیگه. مثلا فرض کن دخترت یا خواهرت یا یه نفری تو فامیلاتون این تابع شوهرشه یا تابع پدر شوهرشه وقتی ازدواج میکنه میره سر خونه زندگی خودش؟ دیگه 95% تابع شوهرشون. تموم شده رفت. یعنی اگر تصمیم به مسافرت باشه شوهره تصمیم میگیره، هزینه‌ای هم بخواد برای سفری بشه شوهره تصمیم میگیره، تموم شده رفت. حالا اگر مثلا مادر دخترم باهاش همراه بشه به درخواست دوماد بگه خرج تو هم با من، آیا ما این وسط میتونیم بگیم که هر اتفاقی تو سفر این دوماده افتاد باید بنویسیمش پای مثلا قالیباف؟ اصلا منطقی نیست. یکم دور از تازه حالا این اصلا به کنار، یه دونه عکس توی این ادعاهایی که شده بود، یه دونه عکس، یه فریم خالی یه نفر به من نشون نداده تا الان. من به چند نفر از اینا که گفتن آقا سیسمونی گیت گفتم آقا منم روشن کنیم، برید لطفاً یه دونه عکس از اون چمدون برای من بیارید. معلومه دیگه آقای زکریایی رفتن اونجا ترکیه، معلومه رفتن برای خرید. میگیم چرا؟ دخترش چیز بوده، دخترش باردار بوده. گفتم دخترش هفته سوم چهارم بارداریش بوده. قابل تشخیص نیست. اولا قابل تشخیص نیست. دوما فقط یه دکتر میدونسته و یه شوهرش و یه خودش. یعنی آقای اشتری که همچین ادعایی کرده هم سونوگرافی داره چشمش، هم رادیولوژی، هم ایکس ری، که تونسته هم تو چمدون رو ببینه بدون اینکه یه عکس از داخل چمدون بیرون بیاد قطعی بگی که این برای سیسمونی بوده. هم این که فهمیده این بارداره و هم تشخیص داده که اینا برای اون رفتن. حالا نکته جالبترش اینجاست، پسر قالیباف تو صفحه اینستاگرامش یه دونه خبر زد، عذرخواهی کرد بابت اینکه بالاخره یکی از مسئولین انقلابی فرزندانش هم توی مثلا ترکیه اونجا جا نباید دیده بشن، هرچند سفر ترکیه ارزان‌تر از سفر عراقه. بله. اینو گفته بود. 2 تا خط پایین‌ترش نوشته بود اما خواهرم برای خرید سیسمونی نرفته بود ترکیه. من میگم من بابت ادعای خودم این دلیل رو دارم که قالیباف تکذیب کرده، گفته برای سیسمونی نبوده. دخترش و دومادش گفتن برای سیسمونی نبوده. پسره تو اینستاگرامش نوشته برای سیسمونی نبوده. شما که میگی برای سیسمونی بوده از کجا میگی؟ میگه وحید آقای اشتری گفتن. میگم خب اون از روش چه حسابی گفته؟ اون چی میدونه؟ گفت تماس گرفته با هواپیمایی، گفتن که آره اینا تو سفر هستن. خودم تو سفر هستن باشه. اولا که من زنگ بزنم به هواپیما اطلاعات مسافرا رو من نمیدم. همین که آقای اشتری چجوری به اطلاعات مسافرا دست پیدا کرده خودش یه جاییه که باز باید در جای خودش بررسی بشه. 2 از کجا فهمیدی سیسمونی؟ یه دونه عکس که دیگه بیاد بیرون. توی جای صحبت میکردم یارو بلند شد گفت مگه ما چشم بصیرت داریم تو چمدون رو ببینیم؟ گفتم به همین علت که چشم بصیرت ندارید تو چمدون رو ببینید دارم میگم نباید بگید. الان خیلی باورشون شده اینا برای خرید سیسمونی رفتن، در حالی که پسر رسما تکذیب کرده. خانواده‌شون گفتن نبوده. آقای قالیباف تو مجلس صحبت کرد آقا تهمت دارن میزنن و تهمتشون هم تو دادگاه طرف بابت همین تهمت آره نتونست اثبات کنه دیگه، محکوم شد. شماره پروندهش هم که پخش شد جدیدن. آره. بعد ایشون حکم دادگاه تبرئه بابت چند تا حکم دیگر رو منتشر کرد و نشد دیدین من تبرئه شدم. عجیبه. ما که اینجوری